شک نیست برادران که امروز جهان با یک مخلوق بسیار ضعیف و ناتوانه که شاید حجم از او به صدم و یا هزارم حصه یک میلیمتر باشه، امروز دست و پنجه نرم میکنه. و بزرگترین کشورهای جهان که خود از متمدن ترین کشورها میشمارم، امروز در مقابل از این موجود مخلوق عاجز آمدند. شیوع ویروس کرونا که همه ما و شما گوش ما با او آشنا هست و در این شب و روزی که کشورهای بزرگ جهان در رابطه با این ویروس دست و پنجه نرم میکنند، در حقیقت یک مخلوق بسیار کوچک و ضعیف ناتوان پروردگار عالم هست که برای انسان نشان میده که ای انسان، ای مخلوق مستکبر، ای مخلوق خودخواه، ای مخلوقی که از ربت غافل شدی، متوجه باش که با تمام امکاناتت، با تمام توپ و طیارت و با تمام بمبه های مختلفی که ایجاد کردی، امروز در مقابل یک حیوان میکروسکوپی عاجز آمدی. شیوع ویروس و یا میکروب کرونا در کشور چین برادر اسلام که تا به حال اضافه تر از 20 کشور دیگر حالات از این را ثبت کرده، شک نیست که یک مرض طاعون و یا وبا می باشه. مرض طاعون یا مرض وبا آن مرض را میگن که مرض ساری، خطرناک و کشنده است و آنقدر شیوع ازی به سرعت پیش میره که اگر جلو از این گرفته نشه شاید به میلیون ها انسان توسط از این میکروب از بین بره. قسمی که ما در وباها و طاعونهایی که در سالهای قبلی آمده و ما و شما دیدیم که حتی به میلیون ها انسان توسط از این طاعون و وبا و این میکروب ها از بین رفتن و ما به چشم سر تاریخ ثبت شده. شک نیست که دین مقدس اسلام که پاسخگوی هر نوع نیاز بشر در دنیا و آخرتش می باشه. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم موقف انسان مؤمن و مسلمان در رابطه با مرض طاعون و در رابطه با مرض وبا برای ما و شما بیان کرده و این هم گفته که وبا و طاعون یکی از تقدیرات الهی می باشه. هر زمانی که در یک منطقه طاعون و یا وبا میآید، کسانی که در اون منطقه هستند از اون منطقه خارج نشن و کسانی که خارج از اون منطقه هستند به این منطقه داخل نشن. قاعده هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از 1400 سال، انسانی که کتاب نخوانده بود، انسانی که طبابت نمیفهمید، ولیکن اینقدر یک قاعده دقیق را بر ما وضع کرده که امروز بزرگترین کشورهای جهان که خود به اصطلاح در تیکه‌دارهای سازمانهای صحی جهان میدانند تا امروز این قاعده را درک نکردن و به این قاعده عمل نکردن. امروز ما میبینیم برادر اسلام که کشورها یکی پی دیگر اتباع خود از کشور چین خارج میکنند در سرخطش امریکا، ژاپن و کشورهای دیگر، در حالی که این خلاف معیارهای صحی می باشه. خلاف معیارهای صحی به چی معنا؟ که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما گفته در هر جایی که طاعون و وبا بیاید کسی از او خارج نشه و کسی که در اونجا نیز داخل نشه. و در رابطه با این حدیث اولین مرتبه عمر خلیفه دوم مسلمان ها عمل کرد. زمانی که به طرف سوریه و شام در حرکت بودند و ناگهان برای خلیفه دوم خبر داده شد که در سوریه و شام وبا و طاعون آمده، عمر رضی الله تعالی عنه توقف کرد و گفت چی کنیم؟ آیا بریم و یا بر بگردیم؟ در این وقت زمان بود که عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه میآید و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه دوم مسلمان ها بیان میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که در هر جایی که طاعون هست اونجا داخل نشین و هر کسی که در منطقه طاعون است از اونجا خارج نشه. عمر رضی الله عنه برگشت و به مجایی که سوریه و شام وبا بود اونجا داخل نشدند. یکی از اصحاب اعتراض کرد، گفت یا خلیفه مسلمان ها از تقدیرات الهی فرار میکنی؟ عمر رضی الله تعالی عنه برش گفت که ما از تقدیر الهی به تقدیر الهی فرار میکنیم. امروز متوجه باشیم برادران که میکروب زمانی که در بدن انسان داخل میشه، برخی اوقات میکروب ها در بدن انسان فعالیت میکنه و انسان به مرض گرفتار میکنه و برخی اوقات این میکروب بدن انسان برای خود من حیث یک بستر قرار میده.
امروز کشورهای جهانی که بسای اتباع خود از این کشور چین خارج میکنن، به این معنا که ما اتباع خود از این وبا نجات بدیم، در حالی که اونا نمیفهمند که شاید در بدن از اینها بسا میکروب‌های باشه که فعال نشده و زمانی که در کشورشان میره و وبا در اونجا خودش میکنه سرایت میکنه و به می خاطر است که بیشتر از اکثریت 20 کشور دیگر همین حالات ثبت کرده. شک نیست که در رابطه با این ویروس و در رابطه با این وبا و در رابطه با این طاعون هر کس تفسیرات خود داره برادر اسلام. امروز کسایی که مادیگرا هستند تفسیرات مادی خود دارند. امروز کسایی که سیاستگرا هستند تفسیرات خود دارند. امروز کسایی که اقتصادگرا هستند تفسیرات خود دارند. و شک نیست که دین مقدس اسلام هم از خود در رابطه با این طاعون و این وبا و این ویروس از خود تفسیرات خود دارند. برخی های تو فکر میکنید که گویا شیوع ویروس کرونا در چین یک مسئله سیاسی هست و برخی ها فکر میکنن که یک مسئله اقتصادی هست و به این خاطر است که میخوایم بسیار شرکت های دواسازی جهان به جیب های خود از پول ها به نام ازی که ما دوای ویروس کرونا را پیدا کنیم پر بکنن و شک نیست که تفسیرات مختلف صورت میگیره. اما آن چیزی که ما تفسیر معنوی در رابطه با این ویروس و شیوع ازی و خاصتا در کشور چین میبینیم، شک نیست برادران که از خلال آن چیزی که آیات قرآن مجید و از آن چیزی که در رابطه با گرفت و اخذ و عقوبت پروردگار عالم ما و شما بیان کردیم، این در یک حقیقت یک عقوبت الهی در رابطه با کشور چین هست. خب چرا؟ اگر یادتان باشه در چند ماه گذشته زمانی که پرده از اسرار کشور چین در رابطه با اقلیت مسلمان ها برداشته شد، مسلمان هایی که 70 سال متمادی در زیر یوغ کشور چین مورد استعمار قرار می گرفتن و هیچ شکنجه نبود که کشور چین از این مسلمان ها دریغ نکرده باشه برادر اسلام. هویتشان سلب کرد، جای نمازهایشان گرفت، به شعائر دینیشان نماند، حجاب برایشان منع کرد، کس روزه گرفتن نمیتونست و کس نماز خواندن نمیتونست و حتی تماما شعائر دینی را در اقلیم ایغور که قبلا به نام ترکستان شرقی یاد میشد و 70 سال پیش این را به زور کشور چین در خود داخل کرد، خواست که به کلی هویت مسلمان ها را در اونجا از بین ببره و کل ازی در تحت پرده های بسیار قویه که نه جهان خبر میشد و نه همه کس خبر میشد به غیر از اون ذات منتقمه که از همه چیز آگاه بود. و هر زمانی که در صفحات اجتماعی ظلم و استبداد کشور چین در رابطه با اقلیت‌های اقلیم ایغور صورت گرفت و حتی به اندازه شد که کمپ‌های مستقل را ایجاد کردن به خاطر شستشوی مغزی مسلمان‌ها، گناه را به الحاد و به کفر بستا سوق بدن، گوشت خنزیر برشان دادن، شراب و خمر برشان دادن و تمام بستا چیزهایشان مورد کشف قرار دادن. تا بالاخره زمان ازی شد که حتی هویت از اونها را بگیره و حتی اونها را نگذاره که به خارج هم سفر بکنند که تا از ظلم و استبداد از اینها مردم خبر نشه. اما زمانی که از ظلم و استبداد از اینها کمک و جهان خبر شد، کشور چین به نام ازی که ما در مقابل تروریسم اقدام میکنیم بالاخره دهن کل کشورها را چوب کرد و حتی کشورهای اسلامی ما و تو هم صدای خود در رابطه با این نکشید. ولیکن ذات منتقم بیدار هست، ذات منتقم حی لا یموت هست و بالاخره پروردگار عالم بیت یک مرض گرفتارشان کرد. و ما انزلنا من بعده من جند من السماء و ما كنا منزلین. ما از آسمان لشکر برشان نمیفرستیم، یک ویروسی که حجم از او به هزارم حصه 1 میلیمتر است برایتان کافی هست. 1 میلیون مسلمان هویتش از بین میبرد. امروز 20 میلیون انسانش بسا در خانه های خود شیشتگی هست و امروز منطقه ووهانی که این میکروب در اونجا انتشار کرده، اگر ما در اونجا بریم گویا بسا یک قبرستان هست که اثر انسان به اونجا دیدن نمیشه. مسلمان ها را تفتیش میکردن در همه چیزشان، امروز در هر منطقه جهان که چینایی بره مورد تفتیش قرار میگیره. عذاب پروردگار سخت است برادر اسلام. متاسفانه ما این چیزا را ارتباط نمیتیم. امروز توجه اکثریت به طرف مادیات هست. امروز همه از این چیزها تفسیر مادی میشه، در حالی که ما تو میدانیم که مرض، میکروب، ویروس کل از این تقدیرات الهی و مخلوقات الهی است. و ما یعلم جنود ربک الا هو. لشکر پروردگارت هیچ کس نمیفهمه. قوم عاد توسط باد هلاک کرد،
قوم شعیب علیه السلام توسط صیحه هلاک کرد و الله رب العزت قادر هست که به میلیونها انسان توسط یک میکروب از بین ببره. ولیکن پروردگارت رحیم است، پروردگارت مهربان است، مهلت میده که تا ما و تو بر بگردیم. پروردگار عالم ذو انتقام هست. الله رب العزت که صفاتش صفات غیرت است برادر اسلام. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که الله ذات بی حد با غیرت می باشه و غیرت الله زمان در جوش می آید که محرمات الهی زیر پای شود، مسلمان به ظلم زیر استبداد قرار بگیره. و شک نیست که ما تفسیر از این شیوع و انتشار از این ویروس در کشور چین یک انتقام و عقوبت الهی می دانیم و امیدوار هستیم که مسلمانان از این پند بگیره. والله رب العزت همه ما شما را توفیق پابندی و استقامت در راه راست و صراط مستقیم داشته باشه. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور.